برای تنظیم IP آدرس روی سیستم عاملمون باید تصمیم بگیریم اول میخوایم از DHCP IP بگیریم یا اینکه به صورت استاتیک IP ست کنیم. من هر دو روش رو بهتون میگم، حالا هر کدومه که خودتون خواستی تنظیم میکنید. الان ببینید ماشین مجازی من خودش یه IP روش هست احتمال زیاد. این لوپ بکمونه، این کارت شبکه‌ایه که بهش اختصاص دادیم. یعنی شما اگه کارت شبکه میخواید داشته باشید باید تو تنظیمات ماشین مجازیتون تو اینجا یه دونه نتورک ادرس داشته باشید. میتونید اد کنید مثلا 2 تا نتورک ادرس داشته باشید، ولی فعلا همین یه دونه رو در نظر داشته باشید. میخوایم واسش آی پی ست کنیم. ببین خودش رفته آی پی آدرس رو گرفته. من رو پی سیم شاید بگی از کجا حالا DHCP داشتم و آی پی گرفته. خود VMware وقتی که نصب میکنی ابزار VMware ورک استیشن رو، خب توی لیست کارت شبکه ها که برین، خب براتون 2 تا نتورک آدرس ایجاد میکنه. یه دونه به اسم VMNet 1، بدونه به اسم VMNet 8. اوکی. بعد علاوه بر اینها اگه توی ویندوزتون سرچ کنید ویرچوال نتورک ادیتور رو باز کنید، خب اینجا میبینید که اون VMNet 1 و VMNet 8 هستش. این دوتایی که اینجا هست اینجا هم هست. من تایپ شبکه‌م رو یادتون باشه واسه ماشین مجازیم نت گذاشتم دیگه. نگاه کنید اینجا اومدم تایپش رو نت انتخاب کردم. خب این در واقع میاد از این کارت شبکه مجازی که اینجا وجود داره. دقت کنید اینجا DHCP setting رو بزنیم، میگه که من از IP 128 یعنی 192.168.86 تا 128 تا 192.168.86.254 به شما IP اختصاص خواهم داد. یعنی خود VMware Workstation کارت شبکه‌های مجازی که ایجاد میکنه توشون DHCP هم تنظیمه، سابنتش هم شما میتونی اینجا تغییر بدی. از اینجا در واقع میاد به شما IP ادرس اختصاص میده. ببینید الان تو ماشین مجازی همین رنجیه که اونجا گرفته، اینا 192.168.86.137. پس رفته از DHCP VMware Workstation یا IP آدرس گرفته. فایلی که برای IP ست کردن استفاده میشه سودو میکنن via etc تو مسیر نت پلن. یه فایل صف1 فکر میکنم باید باشه، صف1 رو باز میکنم، پسورد رو میزنم. آره اینجا باز میشه. ببینم اون یکی فایل چیه. 50 DHCP to ENS33. بچه اون یکی فایل است، یعنی این فایل است که الان واسه ما کارو انجام داده و نتورک برامون ست کرده. این فایل رو باز میکنم. اینجا خودش اومده گفته ایترنت ENS33 چیه؟ اسم نتورک شماست، یعنی ENS33 اینجاست. شما باید دقیقا این اسمو توی این فایل اینجا بنویسید. بعد میگید DHCP4 true. این روشیه که خودش به صورت اتوماتیک تنظیم کرده و میره از DHCP میگیره. ولی بخوای اگه به صورت استاتیک ست کنی، این فایل رو باز میکنی و داخلش این تنظیمات رو باید بنویسیم. بچه قبلا همین یه دونه بود، الان 2 تا فایل کرده. بذارید من تو این بنویسم تنظیماتمونو. خب فایل رو باز میکنم، می نویسه نتورک ورژن 2. خب نتورک منیجر یه ذره وی آی داره اذیت میکنه، اجازه بدید من ویمو نصب کنم. apt install vim هم رنگیه هم ورژن جدیدتریه. apt install vim رو میزنم بره دانلود کنه ویمو نصب کنه واسمون.
خب ویم نصب شد. حالا به جای وی از ویم استفاده میکنم. میبینید رنگی شد، خیلی قشنگتر هم هست. خب زیر رندر می نویسم اتر نت 2 نقطه، زیرش کارت شبکه‌مون رو می نویسم، اسمشو ENS33 بود فکر کنم، IPA ENS، آره ENS33 2 نقطه. خب بچه زیرش می نویسم DHCP4 نو می کنم، یعنی میگم نمیخوام از DHCP بری بگیری. خب بعد DHCP4 رو که نو کردیم addresses چون اس داره، یعنی شما میتونی به یک کارت شبکه چند تا آی پی ادرس بدی. الان چه آی پی گرفته بود؟ 192.168.86.137. من 138 رو برای ست میکنم که شما ببینید دستی ست کنیم تغییر میکنه. 192.168.138 اسلش 24 بود. خب یه گیتوی میدم، گیتوی فور. گیتوی هم چیه؟ بیام اینجا نگاه کنم، آی پی روت میزنم، میگه دیفالت ویا 192.168.86.2. خب ببینید من الان قطعا چون تایپ نتورکم رو نت گذاشتم گوگل هم میتونم پینگ کنم، پس گیتوی هم باید 2 باشه. باز میکنم فایلم رو، میگم 192.168.86.2. بعد میگه تو مرحله بعد DNS هامون رو تعریف میکنم، name servers، بازم addresses چون میتونیم چند تا آدرس بدیم. یه دونه گوگل میدم، یکی رو 2 تا ست میکنم DNS. خب میام بیرون بچه، همچنان ببینید 137 روشه دیگه. برای اینکه بره از اون فایل بخونه باید دستور sudo net plan apply رو اجرا کنم. اینو که بزنم باید آی پی مون عوض بشه. آی پی ای میگیرم 137 هنوز، نه 138 هم رفت گرفت، 2 تا آی پی شد. اینو چرا حذف نکرد؟ خب بذار من یه کاری کنم، sudo via etc net بدن، احساس میکنم اینجا 2 تا فایل داره داستان ایجاد میکنه. بچه اینو پاک میکنم، این فایل رو نمیخوامش اصلا. قبلا اصلا یه دونه بود، نمیدونم چرا 2 تا گذاشته. بذار پاکش نکنم، مووش میکنم اینو به اسلش هوم مجتبا داکیومنتس cannot move permission deny sudo. خب ببینید الان کلا توی این مسیرمون یه دونه فایل هست، اینم توش آی پی اون رو ست کردیم. خب یه بار دیگه نت پلن اپلای میزنم، صفحه رو کلیر کنم، sudo net plan apply. اینجا چی میگه؟ میگه که gateway 4 has been deprecated, use default route instead. آها میگه این سویچه دیپریکیت شده، use default route instead. آها یعنی فکر کنم میگه از سویچ دیفالت روت استفاده کن. حالا باید بریم سرچ بزنیم ببینیم به جای گیتوی 4 چی میتونیم بذاریم. این هم داره در خصوص پرمیشن خطا میده، میگه پرمیشنشو permission for فلان R2 open net plan configuration should not be accessed by other. آها بچه پرمیشن این فایل رو ببینید، گفته 644. این پیغام فکر میکنم واسه پرمیشن اینه. بذار پرمیشنشو کم کنم، sudo chmod 600
نت پلن. خب یه بار دیگه سودو نت پلن اپلای. میبینید دیگه اون پیغام پرمیشن رو نداد، حالا داره واسه گیتوی 4 پیغام میده که اینم باید بریم ببینیم سویچ جدیدش چیه که توی این فایل در واقع یملمون بتونیم ستش کنیم. دیگه من حالا سرچ نمیزنم دیگه، شما خودتون سودو چرا نت پلن زدم ویم. فکر کنم اینجا باید اینو میذاشتیم دیفالتس. بذارینم خطا میده بازم. چرا فاصله گذاشتم؟ فاصله شو بذار بگیرم. اپلای ارور این فلان دیفالتس میگه ندارم. گیتوی 4 Gateway 4 has been deprecated, use default route instead. اینو بذارم از سرچ بزنم. Gateway 4 has been deprecated, use default route instead. net پلن میگه roads to default via این یه دونه اینه. مثل اینکه تغییر کرده. باز کنم route دو نقطه to default routes routes دو نقطه to default dash to default via و IP مود via 196 2. یه بار دیگه اپلای کنم سودو نت پلن اپلای. دیگه اون خطا رو هم نداد. IPA بگیرم این 138 ست شده روی کارت شبکه، اون دیگه 137 نیست. 888 هم پینگ دارم. IP روت هم بزنم گیتوی هم میبینی درست ست شده. خب پس ما یاد گرفتیم که به چجوری از DHCP IP بگیریم، یعنی به جای اینجا باید DHCP رو یس کنیم، اینا رو هم کلا پاک میکنیم. بعد یاد گرفتیم که چجوری هم به صورت استاتیک تنظیم کنیم.